خب الان ضبط میشه و خب من دوباره حالا یه گفتگوی قبلش داشتیم ولی مجددا بهتون سلام میکنم خانم اصغری و ازتون تشکر میکنم بابت اینکه قبول کردین که در واقع به عنوان اولین خانم تو این سریای گفتگوهای ما شرکت کنین. من با چند نفر پشت صحنه صحبت کردم با چند تا از خانم‌ها که در واقع تشویق کنم به این که توی این گفتگوها باشن، چون دوست نداشتم که تعداد گفتگوها زیاد بشه با آقایون قبل از اینکه با خانم‌ها مصاحبه کنیم و فکر می‌کنم که سومین گفتگویی از گفتگوهای پرسشگر که می‌خوایم چهارمیش که می‌خوایم منتشر بکنیم در واقع با شما باشه که خوبه چراغ در واقع گفتگوها رو با خانم‌ها شما روشن کردین. حالا من یه مقدار جزئی هم از زمینه کاری شما و مسیری که طی کردین میدونم، به همین خاطر به نظر اومد که اگه شما در واقع علاقه‌مند باشی و بخوایم توی این گفتگو شرکت کنی شاید برای خیلی‌ها مفید باشه اون در واقع بدونن مسیری که شما طی کردین و اون در واقع تجربیاتتون رو. توی گفتگوهای قبلی هم دیدین من یه توضیح که دادم این بود که وقتی از آدما میپرسیم که کی هستید و خودتون معرفی کنید، خب ما معمولا خودمون رو با شغلمون و در واقع اون حرفمون تعریف میکنیم، ولی توی ساختاری که در واقع افراد بومی اینجا دارن خیلی علاقه‌مندن که آدما خودشون رو با شغلشون معرفی نکنن، بلکه با پیشینه‌شون، با فامیل در واقع فامیلشون و جایی که متولد شدن خودشون معرفی کنن. حالا من میخواستم که شما اگر که براتون ممکنه اینطوری خودتون معرفی کنید و بگید کی هستین. سلام عرض می‌کنم، سلام مجدد خدمت شما، بعد همه اونایی که دارن این ویدیو رو میبینن و اینکه آره درسته اینو من تو ویدیوهای قبلی که آپلود کرده بودین متوجه شدم. یه نکته هم بود که دکتر سام هم همیشه همین کارو میکرد، یعنی اول میومد میگفت که خودتون رو معرفی کنید، منظورش بود از کجایی. خب من فاطمه اصغری هم کلا متولد رفسنجانم و بابام کلا رفسنجانی بودن، ولی خب دیگه از یه دوره به بعد یعنی از لیسانس به بعد من دیگه اومدم کرمان، یعنی حدودا 7 سالی هست که کلا کرمانم. بعد خانواده‌ام هم هیچ آشنایی با معدن نداشتن، خودم هم هیچ آشنایی نداشتم تا اینکه خواهرم مثلا رفت زمین شناسی و من دیگه شروع کردم اومدم توی این مسیر. اینجوری بود. حالا اون یه جمله شما بود که در واقع از خواهرتون کوچیک‌ترین، درسته؟ آره درسته، من بچه دومم، یه خواهر دارم بزرگتره، یه داداش کوچیکم دارم که با اختلاف سنی زیاده، یعنی حدودا الان 9 سالشه. آها. بعد از خواهرتون در واقع اولین جایی بود که شما با بحث معدن آشنا شدید، می‌خاطر اینکه ایشون زمین شناسی میخوند. آره یعنی این من تشویق کرد چون من ریاضی بودم، اون تجربه بود، گفت که برو معدن مثلا رشته خوبیه، با اینکه مثلا من یه گاردی داشتم که نه معدن خوب نیست واسه خانم، ولی اصلا پشیمون نیستم الان. گاردتون برای چی بود؟ من تو دبیرستان فکر کنم مشکل برای همه پیش میاد، بعد اینکه مثلا شما میرین ریاضی، حالا اون سالی که من رفتم ریاضی کلا ما تو رفسنجان 17 نفر بودیم که ریاضی بودیم سال دوم دبیرستان، البته اون به جز مدرسه های مثلا تیزهوشان و اینا. بعد خیلی امیدی نداشتم که مثلا بتونم توی مسیر ریاضی قوی باشم یا مثلا بتونم آینده برای خودم ببینم، و همین کنکور هنر دادم. یعنی بعد هنرم خب برای دانشگاه صدا و سیما مصاحبه رفتم که حالا رد شدم، ولی خب انتخاب بعدی معدن با هنر. آها. پس بیشتر علاقه من بودی به هنر در واقع. آره یه چیزیه فکر کنم تو اون دوران نوجوانی عادیه، الان شما تو جامعه نگاه کنین اکثرا مثلا تا وقتی خامن دوست دارن هنری باشن، بعدش این از سرشون میفته. حالا به چش دیدم. خب جالبه. آره جالبه. البته درسته بحث علاقه به هنرم نکته جالبیه و آره حالا این شاید اینطوری باشه نمیدونم. البته اینجا یه چیزی وجود داره که جالب به نظر من، یه گزینه شما داره که میتونی در واقع 2 تا رشته رو همزمان بخونی و من خیلی ها دیدم که اونایی که علاقه‌مند هستن به بحث هنر یا مثلا نوشتن یا نویسندگی و اینطور موارد
در واقع میان مثلا 2 تا رشته رو همزمان میخونن. حالا اونا البته عموما میرن رشته‌های انسانی مثلا روانشناسی یا تاریخ یا فلسفه میخونن و یه رشته هنری. ولی خب میدونیم که تو ایران وقتی کنکور اینو میدی یه مقداری این محدودیت وجود داره دیگه، نمیتونید 2 تا رشته رو همزمان برید. ولی شما خودتون در واقع خانواده‌تون که کرمان نبودن، خودتون اومدین کرمان دیگه، درسته؟ برای دوره لیسانس. آره نه، من خانواده‌ام اصلا کرمان نبودن و دیگه خودم اومدم با هنر که دیگه یعنی اومدم کرمان. خانواده‌ام کلا رفسنجانی ان، اصالتا خودشون هم رفسنجانی. آها. ولی اونجا شما هیچ دانشی یا برخوردی با مثلا مثل سرچشمه و نمیدونم این حرفا نداشتی موقعی که رفسنجان؟ چون به هر حال رفسنجان خیلی ارتباط داره دیگه با سرچشمه و مس و این حرفا. حالا نمیدونم، ولی اون چیزی که از مثل سرچشمه الان من دارم میبینم اون موقع مطرح نبود. اون موقع اصلا یعنی سال 92 من یادم اینا حقوقاشون هم خیلی خوب نبود که مثلا خیلی تو فامیل آپشنی باشه که بچه‌ها بخوام برن معدن مثل سرچشمه. الان فکر کنم یه 5-6 سالی هست که خوب شده. جالب. راضین ملت ازش. یعنی شما مثلا کسی که مثلا تو مس و سرچشمه و معدن اینا باشه که مثلا توی فامیل شما باشه باش در ارتباط نبودین یا شناختی ازش نداشتین، درسته؟ نه، فقط در حد مهمونی‌های فامیلی میرفتیم میومدیم میدیدیم، مثلا میگفت سخته و صبح زود برم، مثلا اینجوری بود. بس حالا میتونیم بگیم که شما در واقع معدن یه جورایی با شانس قبول شدی و رفت، یعنی شانس نه که شانس آوردی رفتی، یعنی انتخاب قطعی شما نبود، درسته؟ یا اینکه نه فقط به خاطر اون صحبت که با خواهرتون کردین یه جورایی تو ذهنتون بود که بریم سراغ معدن؟ آن دیگه همون صحبت‌های خواهرم بیشتر باعث شد. بعد یه چیز دیگه هم بود، من به باستان شناسی هم علاقه داشتم. بعد تنها چیزی که تو ریاضی نزدیک بود بهش معدن بود. خب حالا تجربتون از معدن بگیم و اینکه وقتی رفتین کرمان به هر حال فکر کنم جزء اولین بارایی بود که شما در واقع، حالا درست شهر رفسنجان و کرمان خیلی به هم دور نیستن ولی توی یه شهر دیگه زندگی میکردین و جدا از خانواده، و تجربتون چی بود؟ چه حسی داشتین؟ چه جوری شروع شد؟ خاطراتتون از اون دوران بگین. ما چی دیگه قبول شدم سال 95، من ورودی 95 لیسانس بودم. بعد اومدم دانشگاه، هیچ دیدی از معدن نداشتم، اصلا نمیفهمیدم چیه. بعد ترم 1 و 2 ما اصولا فقط درسای پایه رو پاس میکردیم. بعد من 2 ترم اولم مشروط شدم، علاقه چندانی به درس خوندن و مثلا معدنم اصلا نداشتم، مثلا نمیفهمیدمش. یعنی اینکه مثلا میگفتم خب این حالا نه اینکه علاقه پیدا نکنم، ترم 2 به بعد دیگه یکم افتادم رو روال و گفتم خب میشه، کار سختی نیست. بعد از اون دیگه شروع کردم و خودم کشوندم بالا دیگه. خدا رو شکر اون 2 تا مشروطی کلا حذف شد و اومدم جزء تاپا. خوب شد. بعد تو رشته معدن موقع چند تا خانم بودن توی ورودی شما؟ سال 95 حدوداً یه 22 تا خانم بودیم، 60 تا آقا، فکر کنم 60-70 تا آقا بودیم. بعد خیلی ریزشی داشتیم، یعنی سالهای آخر اونایی که 8 ترم تموم کردیم که اصلا خیلی کم بودیم، حدوداً فکر کنم 20 نفر شد از اون 90 نفر. بقیه بچه‌ها خانوما خیلی ریزش داشتن، اکثرا فوق دیپلم گرفتن، فوق دیپلم میگم ببخشید، فوق آره دیگه فوق گرفتن رفتن. بعد دیگه چند تایی موندیم که دیگه حالا بچه‌ها همشون یه جای مشغولن الان، یا سر کارن یا دارن ادامه تحصیل میدن. خب بعد تو دانشگاه میرفتین، خب در واقع انتظارتون چی بود یا تصورتون از اون رشته چی بود؟ و یا چون مثلا ما موقعی که حالا البته 20 نفر به 60 نفر نسبت خوبی بوده تو شروع کار. من یادم میاد که مثلا وقتی ما اکتشاف معدن میخوندیم تو ورودی ما فکر کنم هر نیم سالی که ما داشتیم فکر کنم 1 نفر خانم بود توی ورودی ما، و یه حالا جوی هم بود دیگه که نمیدونم مثلا رشته معدن به درد خانم‌ها نمیخوره و خانم‌ها برای چی میان این حرفا. شما یه همچین کامنتایی هم میگرفتین یا نه تویی نبود؟ حالا این کامنتار ما بیشتر از مثلا اونایی که خوابگاهی بودم من لیسانسمو، بعد خیلی جو این که مثلا حالا معدنم بود رشته شما رفتین به درد نمیخوره، این جو خیلی تو خوابگاه ما از بقیه رشته ها میشینیم. و یکی هم که خب قطعا خانواده حالا سوا از پدر و مادر که خیلی حالا چیز نبودن، یعنی پدر و مادر من خیلی گیری نبودن روی قضیه، ولی بقیه مثلا دایی عمو خاله اینا گیر میدادن این چه رشته تو رفتی. بعد اولی هم که ما اومدیم یه معارفه بود
که شما سخنرانی کردین به عنوان بنیانگذار کاشیگر سال 95 برای ورودی اولیا. دیگه همونجا بود که من اصلا با شما آشنا شدم و با تیم کاشیگر رو که آقای دکتر بنسی چی کارایی انجام داد و یه دید خوب بهمون داد. دیگه کم کم بقیه استادام که اومدن خیلی خوب بود، یعنی به نظر من استادای با هنر خیلی استادای توانمند و خوبی بودن. خب بعد حالا بگین که تو تجربه که تو معدن داشتین یه مقدار بیشتر بهمون میگین چجوری شد. تو دو ترم اول خب خیلی خوب نبود ولی یواش یواش علاقه‌مند شدین. چی باعث شد علاقه‌مند بشین؟ چه درسایی رو خوندین؟ بعد از اینکه حالا ما دو ترم اول رو که رفتیم، حالا یه زمین شناسی داشتیم با خانم دکتر عطاپور، خیلی تئوریتیک بوده، اینجا چیزی یاد نگرفتیم حقیقتش. بعد دیگه رفتیم ترم 3 این درسای مدنی شروع کردن اومدن دیگه، سنگ شناسی، کانی شناسی، کانی آزمایشگاهاشون اومدن. بعد همینجور که ما میرفتیم بالا میفهمیدیم که خب این رشتهمون هم یه بخشی از زمین شناسیه. من مثلا مشکلی داشتم از خواهرم میپرسیدم، بعد اینجوری شد که علاقه‌مند شدم، گفتم خیلی هم همچین سختی نیست، تو سخت گرفتی برای خودت. بعد دیگه کم کم علاقه‌مند شدم، ولی علاقه اصلی من به معدن از زمانی بود که من درس استاتیک رو با آقای دکتر بهاءالدینی داشتم. آقای دکتر بهاءالدینی هم فکر کنم میشناسیدشون. ایشون یعنی کاری بود که ما یعنی بچه‌ها اونایی که حالا مثلا باشون درس داشتن یه جورایی اینجوری پشیمون نشدن دیگه. یکی دکتر بهاءالدینی بود، دکتر کریم نسب بود. بعد ما توفیقی نداشتیم با دکتر بنسی کلاس داشته باشیم، ولی خب دورادور کاراشون رو پیگیری می‌کردیم. مثلا این چیزا باعث شد که ما رشتهمون خیلی خوبه، مثلا معدن به نظرم خیلی خوب اومد دیگه. اینجوری شد. بعد یه استادی هم بود، حالا فامیلش یادم نیست، فکر کنم ابوالقاسمی بود، مال بخش شیمی بود. ما با ایشون یه سیالات داشتیم. ایشون هم خیلی یعنی جدا از این که مثلا درس میداد، درس زندگی هم میداد. اینم باعث شد که مثلا من به شخص خیلی تحت تاثیر این قرار گرفتم. از همونجا به بعد بود دیگه که فهمیدم که آقا این خیلی خوبه که بتونی تو همون رشته خود تخصصت پیشرفت کنی، خیلی بهت کمک میکنه. و علاقه اونجا شروع شد که دیگه من واقعا این رشته‌مو از همونجا دیگه خیلی علاقه‌مند شدم بهش. جالبه. بعد آخه درسایی هم که میگه خیلی جالبه، بیشترش درسای تخصصی معدن هم نبودن، استاتیک و نمیدونم، بیشتر درسای حالت پایه بودن دیگه، درسته؟ ولی شیوه تدریس ظاهرا خیلی شما تاثیر گذاشته، درست؟ آره. بعد این شیوه تدریسشون خب جوری بود، می اومدن که مثلا اینا رو ربط میدادن به معدن و وقتی که ربط میدادن دیگه علم برات ساده تر میشد. آره. بعد با اشتیاق بیشتری میخوندی اینا رو، مثلا یاد میگرفتی، سعی میکردی بری جلوتر. بعد این شما بازدید معدن اینا هم داشتین دیگه، درسته؟ آره بازدید معدن هم داشتیم ولی خیلی کم بودن، تا ترمای مثلا 6-7 خیلی کم بودن. ما یه معدن سرچشمه رفتیم، معدن سنگ رفتیم که حالا بازدید هم بیشتر جنبه استخراجی داشتن، یعنی استادای استخراجی خیلی بیشتر پیگیر بودن. آره. من مثلا اولین کارخونه‌ای که دیدم تو کارآموزی بود دیدم، قبلش کارخونه‌ای ندیده بودم. کارآموزی من فرومولیبدن رفسنجان بود، کارشون تولید فرومولیبدن. درست. خب بعد تجربه کارآموزیتون چطور بود؟ اول از همه چجوری انتخابش کردین و چه تجربه اونجا پیدا کردین؟ من چون دو ترم اول مشروط شده بودم، کارآموزی هم یه جوری شده بود که جفتشون افتادم واسه تابستون و ترم آخرم، یعنی ترم 8 من فقط کارآموزی داشتم که تمام کنم برم. بعد کرونا اومده بود، قشنگ یادم، بعد سرچشمه مجازی شد، من نتونستم برم سرچشمه، ولی خب حالا یه بخشی از استخراج اکتشافش رو مجازی بهمون یاد دادم. ولی برای اون بخش حضوریش که یکی دیگه از کارآموزی‌ها بود رفتم کارخونه فرومولیبدن یه درخواست دادم، بعد دیگه قرار شد دیگه رفتم کارآموزی، حالا خطشون رو میدیدیم و اینا. ولی یه مشکلی که همیشه بود، مثلا چون خانم بودی میگفتن خب تو بشین، اصلا نمیخواد مثلا چیزی یاد بگیریم، ما خودمون نمرت رو رد می‌کنیم بره. مثلا اینجوری بود، چون فکرم یه نفر خانم بیشتر نبودم، کلا همین یه نفر کارآموزم بود. که شما لازم نیست خیلی تو خط بری و این حرفا. آره حالا خطشون هم خیلی چیز پیچیده‌ای نبود، مثلا پیگیرم میشدی میگفتم بابا بشین دیگه، تو مثلا اومدی الان کارآموزی نمرت میدیم برو. این ضعف صنعت. جالبه شما پس آره کارآموزی سرچشمه رو مجازی انجام دادین گفتین. آره اون سال مجازی بود.
خب تجربه از اون دوران چی بود؟ از شما کلاساتون که دیگه مجازی نرفتین، فقط همین دوتا کارآموزی رو شما خوردین به کرونا، درسته؟ کلاسامونو نه کارآموزی ها مجازی بود، یعنی تابستون ترم 8 بود که دیگه تموم شد. این کلاسامون هم یه اقتصاد معدنی فکر کنم من مجازی داشتم، با یه خب معدنکاری طراحی در معادن. اینجور درسایی بودن که درسای ترم آخر بودن، خیلی مهمی هم نبودن. یعنی برای اون چون من دیگه تصمیم گرفته بودم برام فراوری. بعد حالا این چیزی که جالب شد من بگم چرا رفتم فراوری، ترم 5 بودیم، نه ترم 6 بودیم، بعد دیگه چیز شد اومدن کانه آرایی رو ارائه دادم برام، بعد با دکتر شیرازی. آره من قبلش خب چیز میکنم اصلا، چون دیگه رو روال که میافتادم قبل از اینکه هر کلاسی رو شرکت کنی میرفتم اون جزوهایی که از قبل بود و میخوندم. بعد اون آمادگی که من داشتم از اون جزوهای دکتر بنیسی بود. بعد وارد مثلا چیز دکتر شیرازی شدم، کلا کلاسش یه جور دیگه بود، سبک تدریسش خیلی فرق میکرد. بعد اینجا بود که دیگه ما گفتیم که چقدر یعنی این برام تداعی شد که چقدر فراوری نرمتر از بقیه رشته هاست، یعنی بقیه گرایشایی که تو معدنه برای خانم‌ها خیلی بهتر بود. پس این گزینه رو انتخاب کردم که بعدش هم دیگه فلوتاسیون برداشتم و یکم درس تخصصی فراوری بیشتر شد. اینا رو توی در واقع دوره کارشناسی بعدش کانارایی و با فلوتاسیون به عنوان انتخاب میدن. جالبه. آره فلوتاسیون به عنوان انتخاب بود. خب بیشتر یعنی در واقع این که به سمت فراوری رفتی یا علاقت بیشتر به این دلیلی که شاید فکر می‌کردی که مناسب تره برای خانم‌ها، درسته؟ آره مناسب تریش که آره خیلی مناسب تر. الان که فکر میکنم مثلا استخراج خب به یه کار کلا مردونه ای، اینو نمیخوام جنسیتیش کنم، ولی بعضی وقتا که مثلا با خودم فکر میکنم میبینم شاید واقعا من اون توانی نداشته باشم تو سرما و ساعت مثلا 6 صبح تا 6 عصر خب اینا لاگینگ میکنن، نمونه برداری و استخراجی و اینا. آره بعد این یه بخشش بود، ولی خب تو بخش نرم افزاری استخراج و مکانیکسن خانم‌ها خیلی میتونن قوی پیش برن. من پروژه کارشناسی من با دکتر بهاءالدینی بود، با فیس تو بود، مثلا اونجا هم میکم کار کردم مکانیک سنگی، یعنی میدونستم که تو نرم افزاری میتونم تو این گرایش‌های استخراج و مکانیک سنگ قوی باشم، ولی ترجیح دادم که برم وارد عملیاتیشم، یعنی یه جورایی. خب حالا درست میخوام اینو فکر کنیم که اگه مثلا شما برگردین الان حالا به حال کارشناسی تموم کردین، بعد رفتین کارشناسی ارشد، حالا بهش میرسیم و الان یه مدتی که تو کارین که اونم بهش میرسیم، ولی الان با تجربه که الان داری اگه برگردی دوباره بازم معدن انتخاب میکنی؟ 100%. یا میری هنر؟ واقعا الان نه هنر رو اصلا، یعنی هنر که خامی دوران جوانی بود، قشنگ درکش میکنم این دوران نوجوانی بود. به همه هم گفتم هر جا مثلا ازم میپرسن که برمیگردی عقب، آره من 100% معدن انتخاب میکنم، فقط بیشتر درس میخونم. اینجوری بهتون بگم اون دو ترمی که مشروط شدم یه جورایی سعی میکنم چیز کنم. بعد چی رو فکر میکنی عوض، مثلا اگه میتونستی قدرت داشتی تو دوره لیسانس عوضش کنی، چی رو فکر میکنی عوض میکردی که بچه‌هایی که میان مثلا بتونن تجربه بهتری داشته باشن؟ یکی این که آموزش‌های ما حالا تو دانشگاه با هنر یا مثلا من چون فقط با کلاس تدریس‌های با هنر آشنایی دارم، اتفاقا چند وقت پیشم با یکی از استادا داشتم راجع به این قضیه صحبت می‌کردم. ما باید سعی کنیم که ارتباط با صنعت رو قوی‌تر کنیم. یکی این که دانشجوها به زودتر وارد مثلا با صنعت بهتر آشنا شن، یا اگه آشنا نمیشن اساتید براشون مثلا فیلم آموزشی، کلیپ آموزشی یه جوری حالا یعنی نشون بدن، آشناشون کنن که وقتی که مثلا میرن توی محیط صنعتی براشون غریبه نباشه. حالا اونا هم دستشون بسته است به خاطر یه سری سرفصلا، ولی کارآموزی‌ها خب میتونن خیلی کمک کنن تا حدی که مثلا یکم صنعت باید بهتر بپذیره دانشجوها رو. جالبه. آره این بحث در واقع رابطه با صنعت یه نکته یا تجربه صنعتی، یعنی به جای اینکه ما خیلی بحث تئوری کنیم این رابطه رو با صنعت ایجاد کنیم، بچه‌های درک خوبی از کار عملی صنعتی داشته باشن، نکته مهمی به نظر، نکته جالبی هم هست. حالا ما با هم دیگه یه بارم صحبت کردیم دیگه، همون بحثی که حتی مثلا این که ما بتونیم این تجربه رو تو عمل، مثلا رفتن کارخونه، رفتن معدن رو تجربه کنیم، به نظرم نکته مهمیه که میگین، درسته؟
و درسایی که خوندید به نظر چقدرش به دردت میخوره حالا که الان اومدی توی کار؟ درس‌ها همشون به هم ربط دارن. حالا من چون تا الان سر کارم یه بخشی از آنالیز مواد معدنی که مال شیمی کاربردی و شیمی محض بچه‌هاست. خب نه همشون به هم ربط، یعنی این چیزی که من تا الان متوجه شدم یه سری چیزا واقعا به هم ربط دارن. یعنی مثلا اگه اون شیمی مورتینر رو من اوکی مثلا بلد بودم، استوکیومتری رو بلد بودم، حتی تو فراوری هم کمکم می‌کرد تو موازنه جرم و اینا. یا مثلا برخورد داشتم با بچهای مهندسی شیمی، طراحی فرآیند، اینا همشون به هم ربط داره. درسایی که داشتیم الان بچه‌ها مثلا منم لیسانس بودم میگفتم حالا من اینا رو یاد بگم به چه دردم میخوره، ولی نه واقعا به درد میخوره. یعنی من نیست از لحاظ تئوری اوکی دانشگاهمون خیلی خوب بود، یعنی من تو صنعت یعنی تو حین کار واقعا بهش برخوردم، حتی به جزوه‌ام هم بردم سر کار، به دردم میخوره. ولی شاید اون موقع خیلی معلوم نبوده که در واقع تو کار چجوری میشه استفاده کرد، درسته؟ آره درسته، کاربردش رو بهمون یاد نداده بودن. این یه فکر کنم یه باگیه که سیستم آموزشی داره. ولی وقتی میای تو عمل بعد میبینی اونا که خوندی خیلی موقع به درد میخوره. راست میگی، درسته. خب حالا بعد شما در واقع یه جورایی به فناوری علاقه‌مند شدی، بعد شما مستقیم رفتی برای فوق لیسانس، درسته؟ برای فوق لیسانس نه دیگه، من چون 2 ترم مشروطی بودم اصلا کاری ندارم تو معدل چندی یا مثلا چندی، چون مشروطی داری فکر کنم جزء استعداد درخشان حساب نمیشی. بعد نه من کنکور دادم، بعد انتخاب اولم فقط با هنر بود، انتخاب دومم ولیعصر، یعنی همین دوتا، غیر این دوتا چیزی رو انتخاب نکردم دیگه. یعنی اگه قبولم نمیشدم بازم همون با هنر رو میخواستم، نمیتونستم اینو از دست بدم، چون استادای خیلی خوبی بودن. این 3 تا استادی که ما داریم واقعا عالی ان به نظرم. بعد انتخاب با هنر و ولیعصر فقط به خاطر همین که استاداش، یا این که اون مثلا معذوریت‌های سفر به تهران و رفتن به تهران اینا هم داشتی که باعث میشه این تصمیم بگیری؟ نه من خیلی یعنی مشکلی ندارم برای اینکه جابجا شم. همین الان مثلا بخوام میتونم جابجا شم، ولی ترجیح دادم که با هنر باشم، چون که اون موقع حالا نمیدونم شایعه بود یا دروغ بود، میگفتن که مثلا فراوری با هنر حرف اولو میزنن تو کشور. گفتم خب دیوانم ول کنم برام مثلا یه دانشگاه دیگه فقط تئوری واسه صرفا یه مقاله. یعنی این نمیدونم دیدم درسته یا غلطه. خب آره، به عنوان کسی که هم فوق لیسانس هم دکترش دانشگاه کرمان خونده، منم سهه میذارم به اون شایعه که حرف اولی میزنه. البته ممکنه همه باش موافق نباشن، ولی خب ما چون کرمان خوندیم اینو اجازه رو به خودمون میدیم که اینو تبلیغ کنیم دیگه. خب پس شما چون آره شما با اون دیدی که داشتین به این دست میگیرید که در واقع کرمانو بزنید و کنکور دادین دیگه، چون نمیتونید مستقیم به این. راست میگید. آره من کنکور دادم، رتبه هم خیلی جالب نشد. حالا خب فکر کنم همه میدونن رتبه، یعنی هر کی منو بشناسه رتبه‌مو میدونه. بعد فکر کنم واقعا آخرین نفر ورودی هم اتفاقا قبول شدم، مثلا چیزی هم نبود، نه اینکه بگم خیلی هم وقت گذاشتم برام. آره چون میدونستم مثلا قبول میشم غیر این دوتا مثلا، یا اگه نمیشه سال دیگه هست. آره خب منم آخرین ورودی فراوری کرمان بودم موقعی که فوق لیسانس شرکت کردم دیگه، خیلی فرق نمیکنه. حالا یه سوالی که می‌خواستم بپرسم، اون حالا من یادم هست که ساین اپ من یه ارائه کردم در مورد کار خودمون. اون شما اون موقع تازه شروع کرده بودین، درسته؟ آره اون موقع ما تازه شروع کردیم. اونجا بود که مثلا من فهمیدم پس ایرانی هم داریم. مثلا اینجوری بود، حالا خیلی تو فضای مدرسه بهت نمیگن که تو میتونی اپلای کنی یا مثلا میتونی بری خارج و درس بخونی و فلان. مثلا اونجا بود گفتم چه باحال، چه دانشگاه خوبی. بر حسب اتفاق مثلا یه همچین آدمایی بودن، همچین مرکز تحقیقاتی، مثلا دیگه دیدی بهم داد که میتونی حرفی واسه گفتن داشته باشی حالا که اومدی معدن. یعنی یه امیدواری بهت داد اون صحبتی که ما کردیم. جالب بود. خوبه. یعنی به نظر حالا من یه دیدی دارم از این که مثلا وقتی که این ارائه ها رو انجام میدیم، حالا شاید توی اون صحبتی که جدید توی دانشگاه فنی کردم توی سفر اخیرم توی ایرانم اینو مطرح کردم، بحث افق دیدو که ما وقتی که دیدمون گسترده تر میشه، افق دیدمون بازتر میشه، امکان این که مسیرهای بهتری رو انتخاب کنیم بیشتر. یعنی همین که الان شما داری میگی، مثلا وقتی شما تو دبیرستان هستی یه دیدی داری و شاید حالا این
خامی که بحثش میگه، حالا شاید من به اون تعبیر باشه، ولی من اسمش میذارم افق دیدمونه. افق دیدمون یه آره مقدار کوتاه‌تره، تصمیممون رو مثلا تا یه محدوده میگیریم، ولی هر چقدر که جلوتر میریم چون افق دیدمون بازتر میشه تو تصمیم گیریامون هم تاثیرگذاره. یعنی اینکه میدونیم که سقفی که مثلا در نظر گرفتیم کجاست. و این به نظرم این نکته که شما گفتین و این کاری که مثلا ما میکردیم دقیقا همین بود که نشون بدیم که در واقع اون افقه کجا قرار داره، تا کجا آدم میتونه پیش بره. و به نظرم جالبه، خوشحالم که در واقع اون یه تحصیل اینطوری میذاره برای بچه‌ها که میبینن که آقا مثلا آره یه همچین امکاناتی وجود داره، یه همچین مسیرایی هم وجود داره، اینطوری نیست که مثلا لزوما اون دیدی که محدوده رو داشته باشیم. آره این خیلی کمک کرده. بقیه آره. اساتیدم بودن، مثلا دکتر بهادینی هم من باش پروژه داشتم، مثلا میگفت که تو اگه خوب باشی تا تاپ باشی ارشد بیای بکنیک سنگ، حتی این امکان داره که مثلا ما فول فاند بگیریم برات که بری استرالیا برای دکترا. مثلا یه همچین الان مقوله حرفش حالا بنده خدا این نبود من بگم بعدن شاکیشم بقیه، ولی یه همچین منظوری بود که مثلا همون موقع میگفت که آقا رو زبانت کار کن، مثلا خیلی راهنمایی میکردن. استادایی که خوب باشی، دانشجوی خوبی باشی، سم جمع باشی، خیلی راهنماییت میکنن. حالا اینو نمیدونم بچه‌ها تجربه کردن یا نه، یعنی اگه ببینن که یه سری توانایی داری کمکت میکنن اساتید، اینجوری نیست که درشون رو ببندن رو تو. آره و این به نظرم نکته مهمی. یعنی البته من فکر میکنم که این تعامل استاد با دانشجو هم یه مقداری برمیگرده به اون خود دانشجو. یعنی شما هر چقدر که بیشتر تمایل نشون بدی و جدیت نشون بدی نسبت به اون کاری که داری میکنی، خب اون استادم راغب‌تره به این که کمک کنه و راه حلایی به جلو پات بذاره که بتونی پیشرفت کنی. وقتی که خیلی توجه نداشته باشی شاید خیلی هم لزوم نبینه که آدم مثلا خیلی مثلا پیگیر باشه و کمک کنه و راهنمایی کنه. آره دقیقا همینجوری، یعنی اینو به چشم دیدم، هر چقدر پیگیر استاد باشی استادم خیلی کمکت میکنه، یعنی باید قدم اول خودت برداری. آره. خب حالا بگین شما به حالا تقریبا آخرین نفر اومدین توی فراوری کرمان، حالا تجربتون از فوق لیسانس بگین، چه تصوری داشتین و چی شد؟ فوق لیسانس که ما اومدیم مجازی بود، یعنی من 2 ترم مجازی درس بودم که عمده درسامونم به خاطر این کرونا مثلا ترم 1 به ما خیلی باید درسی کم دادن و کلاس هم دیر شروع شد و فشرده. یکیش که کانارایی پیشرفته بود با دکتر سام، یکیش هم کنترل بود با دکتر بنیسی. اونجا بود که من دیگه مثلا به طور تخصصی با این 2 تا استاد آشنا شدم که یعنی دکتر بنیسی مثلا یه دید خیلی خوبی داد. یعنی اینجوری بهتون بگم، حالا شاید هم درست نباشه، دکتر بنیسی اینو فکر کنم به خودشون هم گفتم، بهمون یاد داد چجوری از مدرک پول در بیاریم. یعنی اینو همیشه یعنی یه جوری بود که ما اینجوری نگاه نکنیم که آقا تو صرفا یه مدرک گرفتی، یه مهندسی، یه کاری میخوای پیدا کنی بری سر کار. یعنی بهمون یاد داد که تو باید از این علمت استفاده کنی برای اینکه کسب درآمد کنی، یه همچین حالتی. دیگه اینجا بود که ما آشنا شدیم و علاقه من، یعنی دیگه واقعا این انتخابم این که مثلا قبلش اگه تردید داشتم گفتم حالا چه کاریه، اینجا دیگه 100% مطمئن شدم من عاشق رشته‌ام، یعنی خیلی دوستش داشتم. اونجا دیگه فراوری شد، دیگه عالی بود یعنی برام. بعد از اونم دیگه شروع شد بقیه‌اش. بس در واقع چیزی که تجربه کردی بهتر از اون چیزی بود که فکر می‌کردی. آره درسته، خیلی بهتر بود چون دیدم خیلی بازتر شد، اصلا یه دید دیگه داشت. دیگه شروع کردم خودم میرفتم بیشتر تو یوتیوب نگاه میکردم، PHP و انگلو امریکن و اینا رو دیگه شروع کردم سرچ کردن و تعامل پیدا کردن با آدمایی که اونور دارن با فراوری کار میکنن تو لینکدین. مثلا دیگه کم کم این شروع شد دیگه یعنی انتخابم خیلی خوب بود اونجا. و تجربتون هم جالب بود چون شما تجربتون فکر کنم جزو اولین گروهی بودین که در واقع همه درس‌ها رو مجازی گذروندین دیگه به خاطر کرونا. آره فکر کنم مثلا ورودی قبل ما یه ترمشون مجازی بود، حالا دکتر بنیسی و دکتر سام اومدن با دکتر رنجبر، اینا اومده بودن. خب تابستون نصف بیشتر باگایی که داشتن تو تدریس مجازی رفع کرده بود. بعد برای ما همیشه مثلا حالا دکتر بنیسی هم میگفت کجا مثلا MIT هم اینجوری به شما درس نمیده. من چیز شدم، راغب شدم که برم ببینم MIT چجوریه و سرچ کردم درسای MIT. حالا یه سری از درساشون هست تو سایتشون. واقعا همینجوری بود، یعنی MIT با این کیفیت درس نمیداد. خیلی خوب بود، یه تجربه خیلی خوبی.
پس خیلی این که مثلا کلاس درس نبود و فیزیکی نبود و شما توی کلاس نبودی بهت ضربه زد به نظرت؟ نه اتفاقا خیلی هم کمک کرد، یعنی چون که هم یه تایمی داشتی که بیشتر دیگه صرف رفت و آمد نمی‌کردی. خب مثلا اگه من قرار بود اون یک سالمو اگه حضوری بود خب من میرفتم خوابگاه. بعد خوابگاه یکم حالا خوبه، یعنی به عنوان یه زندگی توصیه میکنم لیسانس و همه حتما دور از خونه‌شون باشن، یعنی حتما خوابگاهی باشین. ولی اینکه مثلا بعد از یه دوره چون مثلا کرونا اومده بود کنار خانواده باشی یکم بهتره، میتونی به یه سری کارهای دیگه هم برسی. خوابگاه چی داد به شما که فکر کنید باید حتما خوابگاه رو تجربه کنن؟ حالا خوابگاه مثلا همین که پا میشی واسه خودت یه سری کارا میکنی، درکت از زندگی بیشتر میشه. پدر مادرت خیلی بیشتر درک میکنی. مثلا بعضیا هستن که هنوز با پدر مادرشون مثلا زندگی میکنن، این درک رو ندارن. بعد باعث میشه زودتر مستقل شی. یعنی خوابگاه من مطمئنم تاثیر داره تو مستقل شدن، چون من الان کرمانم مستقلم تقریبا، خیلی کمکم کرد. بیشترش هم به خاطر تجربه خوابگاهی. بعد همین که پا میشی یه چای درست میکنی با بچه‌ها دور همین خودش خیلی کمکت میکنه. به فکرم یه استقلالی هم به آدم میده دیگه، یعنی دیگه زودتر آدم مستقل میشه چون یه سری تصمیم‌های دیگه باید خودت بگیری عملا. عملا خانواده فقط مثلا ماهیانه بهت یه پول میدن، تو باید این پول رو مدیریت کنی، مثلا تایمتو مدیریت کنی. چون خوابگاه ایران خوابگاه دخترانش تایمی هم هستن، مثلا تو باید توی تایم مشخص خریداتو انجام بدی، وگرنه باید جواب پس بدی به اینو. مثلا این چیزاش خیلی خوبه، تو مدیریت زمان و مدیریت مالی زندگیت خیلی کمکت میکنه. و سختیاش برای خانم‌ها بیشتره تو خوابگاه، دیگه خاطر محدودیتی هم که بیشتر هست برای خانم‌ها، مسلماً اون تجربه متفاوته. خب بعد پس فوق لیسانس شما چیزاشه که درس‌ها رو که مجازی گذروندی، بعد پایان‌نامه چیکار کردی؟ نه ما فوق لیسانسمون حالا مجازی نبود، یعنی کلش ترم فکر کنم 3 ما درس هیدروپیشرفته داریم که همه بچهای بوهانن ازش میترسن. بعد این هیدروپیشرفته حضوری شد، فقط ما میرفتیم، یعنی فقط ورودی ما میرفت دانشگاه. بعد این خیلی ترسناک بود دانشگاه، چون کلاسش هم 5 تا 7 بود، تاریک فضا اینا. حالا بچه‌ها رو دیدیم، مثلا این تعامل دانشجویی رو هم داشتیم، یعنی ارتباط داشتیم با هم دیگه. اینم خودش خیلی کمک کرد بهمون. ولی بعدش دیگه ترم 3 که شد، ما ترم 4 شروع کردیم مثلا، یعنی دکتر بنیسی که تیر میگرفت دانشجو برای ارشد. خب طبق اون که دکتر بنیسی خانم حالا اون سال نمیدونم گرفت یا نگرفت، حالا فکرم یه نفر گرفت. حالا بنده رو خب من یعنی دانشجویشون گفتم، منو پذیرش نکردن، گفتم دکتر قصدی نداره خانم بگیره. دکتر رنجبرم که اون سال دانشجو نمیگرفت، حالا ما هم درخواست ندادیم، ولی کلا دانشجو ارشد نمیگرفتن، یه 2 سالی بود فکر کنم. دیگه ما به دکتر سام درخواست دادیم، من و یه 2 تا دیگه از بچه‌ها که خداشو خیلی خوب بود. دیگه شروع کردیم برای پایان نامه. بعد پایان نامه شما چی بود؟ چی باید داشتین شما؟ پایان نامه من که دکتر سام، حالا شانس، حالا خوش شانسی بگم یا حالا چیز بگم، یه پروژه داشتم، پروژه بازپروری باطله. فکر کنم خود شما و دکتر نخعی و یه سری از بچه‌ها دیگه هم بودن. این پروژه که استارت خود، ما به عنوان دانشجوی مثلا ارشد یا کارشناس تحقیقات اون پروژه خب وارد شدیم. بعد دیگه من اونجا بود که دیگه رفتم سرچشمه و یه تجربه خیلی خوبی به دست آوردم اونجا. دیگه پایان نامه‌م هم روی سنتیک فلوتاسیون مس بود تو باطله. آره. خب بعد از اون بگین تجربه اونجا چطوری بود؟ و شما فکر کنم اولین باری بود که عملاً توی کارخونه فراوری میرفتین دیگه، درسته؟ حالا غیر جز بحث کارآموزی. خب اولین کاری که ما کردیم، یعنی رفتیم پایلوت که مال تحقیقات. اتفاقا همونجا بود که من سلول فلوتاسیون ستونی که شما یعنی چیز کاراشو کرده بودین دیدم، براتون فکر کنم عکسم فرستادم. میگفتن که مثلا دکتر یحیایی میومده صبح تا شب اینجا بوده، برف میومده فلان. دیگه اونجا بود که دیگه سعی میکردم همیشه تو اون جلسات یک شنبه‌های دکتر بنیسی شرکت کنم. کارخونه هم تا جایی که راداش میرفتم بازدید، خب نگاه میکردیم، از بچه‌ها میپرسیدم، از خود مهندسایی که اونجا بودن میپرسیدیم و دیگه با این فهمیدم که چقدر کارخونه قشنگه و دوستش دارم. این کارخونه رو خیلی خیلی
اونجا به دلم نشست. خب بعد دیگه چه تجربه اونجا داشتین براتون جالب بود؟ اینکه با صنعت خیلی متفاوت تر از اون چیزی بود که مثلا تو درسامو میخونیم. بعد دیگه کاربردایی که مثلا میتونستی استفاده کنی ازش، که مثلا همین درسایی که خونده بودیم و تو صنعت میتونستی مثلا چک کنی. و پایان نامه‌هایی که بچه‌ها خب کار کرده بودن تو سرچشمه، وقتی که مثلا خط رو میدیدی مثلا متوجهشون میشدی. این صنعت این دیدو خیلی، یعنی خیلی خوب بود. اون تجربه‌ای که اونجا داشتیم باعث شد که دیدمون خیلی وسیع‌تر شه نسبت به رشته‌مون یا رشته فراوری. حالا خانومم خیلی کم میگیرن، یا اگه بگیرن فکر کنم مثلا بیشتر تا همین پایلوت بودن. آره. ولی شما اونجا چند تا هم بودین خانم تو ورودی خودتون تو کرمان؟ تو ورودی خودمون ما 3 نفر بودیم. 2 نفرمون آها. سرچشمه نیومدن. حالا یعنی اون زمانی که من میرفتم اونا نبودن. حالا فکر کنم یکیشون با دکتر بنیسی بود، یه تو مرکز تحقیقات کاشیگر بود. ولی آها. خب منی که، یعنی آره اونجا عملا وقتی هم من رفتم تمام فراوریای پایلوت رفته بودن. فهمیدم. بعد دانشجوی حالا تحقیقی نبود گرفتم. بعد تجربتون از فوق لیسانس چی بود؟ یعنی شما به حال پروژه رو که شروع کردین و کار کردین، شد فکر کنین که مثلا یه کاری رو تو موقعی که داشتین درس میخونین باید متفاوت تر انجام میدادین، یا یه چیزی رو اگه مثلا میخواستین بهتر انجام بدین تو ذهنتون اومد چیزی تو این مورد؟ یه سری چیزا بود. حالا مثلا درست نیست اینا رو بگم، ولی مثلا یه سری اهمال کاریایی تو صنعت هست که مثلا میشه اینا رو یه سری گوش. حالا ما که این حقا نداشتیم. مثلا میتونستی آها. بگی مثلا شاید بعضیا مثلا، حالا نمیدونم سرچشم دولتی بود اینجوری بود، مثلا عملا خیلی کار خاصی مثلا به چشم نمیومد که مثلا که من متوجه نمیشدم. بعد مثلا یه سری چیزا رو میشد که مثلا بهتر کرد، یا مثلا یه سری کارا رو میشد حتی خود همون مرکز تحقیقات سرچشمه انجام بده. آره. مثل بین و سازی ها و کارهای این تیپی رو منظورتون؟ آره بین سازی ها یه سری چیزای آزمایشگاهی. بعد میتونستن پروژه های متنوع تعریف کنن. حتی مثلا به نظر من این تحقیقات سرچشمه یا هر مرکز تحقیقات دیگه میتونن درآمدزایی هم واسه خودشون داشته باشن. حالا درسته یه بودجه خیلی هنگفتی میگن که تحقیقات کنن، ولی میتونن، چون امکانات تقریبا داشتن، میتونستن مثلا آزمایشگاهشون رو مجهزتر کنن. حالا احتمالاً حتما کردم، من 1 سالی هست نرفتم ببینم. مثلا یه سری آها. دستگاه میتونستم بخرم. خب حالا با اون تجربه‌ای که اونجا کردین، چیاش براتون جالب بود؟ یعنی حالا کل به قول معروف اون بخش فوق لیسانس، درس و پروژه، چیاش براتون جالب بود؟ و یا الان اگر برگردین عقب و نگاه کنین چیا رو ممکنه متفاوت انجام بدین؟ بیشتر هدفم اینه که تجربه‌ای که دارین و الان در واقع یه مقدار پخته تر شدین و توی کارم اومدین، یه سری در واقع تجربه رو با آدمایی که الان دارن درس میخونن مشترک به اشتراک بذاریم. اگه بخوای کسی مثلا بهش، حالا نه که نصیحت کنیم، ولی اینکه مثلا اگه شما بودین با این دانش که الان دارین و تجربه که الان دارین، شاید یه سری کارا رو متفاوت انجام میدادین موقعی که داشتین درس میخوندین یا برای پروژه. چیزی تو ذهنتون میاد؟ آره ببینید، به نظر من یکی از اصلی ترین چیزاش یه زبان انگلیسی، مثل اینکه تو ایران خیلی ناآشنا. حالا خود منم خیلی ضربه آره. ازش جالب. خوردم. اینا مثلا اگه بچه‌ها بتونن، حالا نمیگم لیسانس، چون لیسانس درس‌ها زیاده، از ارشد که مثلا شروع میکنن این زبانشون رو پایه قوی کنن بیان بالا، اسپیکینگشون رو مخصوصا. حالا چون گرامری بچه‌های ایران قوی ان، خدا رو شکر آره. تو دبیرستان قویشون کردن. یکی این که مثلا اگه مثلا برمیگشتم عقب، یه چیزی که مثلا ضعف بود تو خودم، یکی این که زبانه رو خیلی قویش میکردم. یکی این که به جزوه و کلاس درس اکتفا نکنین. خیلی حالا همه مهندسا باید به روز باشن، مثلا آره. ریسرچر قوی باشن. اینکه بعد فقط هم به مقاله اکتفا نکنن، برن مثلا پایان نامه‌های دانشگاه‌های مطرح دنیا مثل لوله‌ای سوئد و مثلا مطالعه کنن، چون خیلی اونا جلوتر از ما، یعنی مطالعه کنن بچه‌ها میفهمن. این مثلا اینا رو همیشه داشته باشن. از ترم 1 شروع کنن مثلا رو موضوعی که حالا مثلا، چون هنوز بعضی مشخص نیست موضوع چیه، ولی میتونی که فیلد علاقه، یعنی اون چیزی که علاقه داری رو پیدا کنی و بر اساس اون بری جلو. اینکه دانشتو ببری بالا، یه جورایی مطالعه به روز داشته باشی تا بتونی خیلی راحت تا کار پایانات هم خیلی راحت تر پیش بری. اون فصل مقدمه و پیشینی تحقیق و اینا
خیلی بهت کمک میکنه. و اینکه ارتباط بگیری با آدمایی که تو دانشگاه‌های دیگه، با اساتید مختلف، حتی با آدمای صنعتی، سوالاتون رو بپرسن، مثلا رفع کنن مشکلاتشون رو. نگم اومدیم فقط یه واحد درسی بگذرونیم بره. و الان خب دنیا طوری شده که این امکان راحت‌تر فراهمه دیگه. یعنی شما راحت‌تر میتونی آدما رو تو هر جای دنیا باشین دسترسی پیدا کنی و باشون ارتباط پیدا کنی. ولی شاید این حرفی که زدی به نظرم نکته مهمیه و این در واقع سدی که وجود داره اون زبان انگلیسیه و این قابلیت که بتونی به راحتی مثلا از این قدرت استفاده کنی با آدما ارتباط برقرار کنی. به نظرم این نکته‌ایه که شاید یه کمی مانع برای اینکه دانشجوها بتونن استفاده کنن از فضای خارج از دانشگاه. و نکته مهمی هم که به نظرم هست و منم خیلی به دانشجوها تاکید میکنم، دانشجوی خودم هم همینه که حتی دانش آموزام در واقع که شما به این مدرسه یا دانشگاه در واقع یه ساختاریه که به شما حد مینیمم رو بهت میده، ولی تو میتونی در واقع بری خیلی بیشتر از اون رو یاد بگیری در واقع با استفاده از این امکاناتی که الان وجود داره. همینطوری الان گفتیم مثلا خب خیلی از دانشگاه‌ها شما میتونی به راحتی از پلتفرم‌هاشو استفاده کنی، کتابخونه‌هاشو دسترسی پیدا کنی، مقالات رو پیدا کنی و در واقع به قول معروف ازشون استفاده کنی تا حد زیادی به نظر من. و این نکته به نظرم نکته مهمیه. خب شما فکر کنید از این نظر به نظر محدودیتی وجود داشت، یعنی که شما مثلا بتونید دسترسی داشته باشی به این موارد؟ ببین دسترسی همون محدود بود. مثلا ما تو پروژه بازفراوری بودیم، ارتباط برقرار کردن با آدمایی که تو MVC شیلی کار میکردن خیلی سخت بود. حالا من خودم اومدم یک پیدا کردم، یکیشون که زمین شناسی کار میکرد ایرانی بود که دیگه مثلا اطلاعاتش دادم به دکتر سام. بعد یه ضعفی هم حالا مثلا تو پروژه ها هست، من نظرم اونایی که پروژه برمیدارن حتما اگه پروژه جدیده یه بازدید از اون کارخونه بزنن، چون اگه قید کنن یا نهایت ردش میکنن یا قبولش میکنن. چون جدیده به هر حال اگه آدم بتونه بره از نزدیک ببینه که کار اونا چجوریه خیلی بهشون کمک میکنه. بعد محدودیتی هم که بود، حالا به سرورهای دانشگاه با نت دانشگاه وصل میشی، بعضی از مقاله‌هایی که حتی مثلا اوپن اکسس نیستن شما میتونید دانلود کنی، از این نظر مشکلی نیست. ولی یه سری سایت ها هم هستن که اینا رو میذارن، یعنی اگه خیلی سرچ کنی، اگه همون چیزی میخوای و پیدا نکنی، مشابهش رو 100% پیدا میکنی. یه چیزی که دیدم میگم. بعد این کلاس‌های آموزشی و اینا چی؟ شما چیزی تو ذهنت هست که مثلا از کلاسایی که تو دانشگاه‌های مختلف صورت آنلاین هست و اینا بیشه استفاده کرد؟ مثلا همین کلاسای موکس که الان هست، مثلا مثل ادکس و اینا، شما هیچ تجربه‌ای با اونام داشتی؟ اون کلاسای آنلاینی که اونجوری که شما میگین نه، ولی مثلا یوتیوب یه کانال خوبی بود چون همه چی توش هست. یعنی تا اگه بخوای تو مقیاس آزمایشگاه یه تست بزنی، یوتیوب 100% راجبش داره. حالا من بیشتر یوتیوب استفاده می‌کردم، سرچایی که می‌کردم. خب حالا پایان‌نامه‌تون رو انجام دادین و بعدش اتفاقی افتاد؟ به عنوان فارغ التحصیل شدین؟ حالا من قبل از اینکه فارغ التحصیل شم رفتم سر کار. من حدوداً مرداد سال 401 بود فکر کنم رفتم سر کار. حالا رزومه میفرستادم، حالا چون خانومی خیلی مثلا یادم فرستادم برای نخلک، سربروی نخلک. بنده خدا تماس گرفتن که مثلا رزومت مطالعه کردیم به نظر قوی میاد و اینا. بعد گفتم ولی خب چون خانومی سخت شرایط برات که بخوای بیای اینجا مثلا تو سربروی نخلک کار کنی. گفتم حالا نمیدونم آدم میمونه چی بگه. یا مثلا یکی دیگه بود، اون ناین بود فکر کنم، مثلا اونم همینجوری میگفتم ما اسکان برای خانوما نداریم، سختت نیست بیا اینجا خونه پیدا کنی مثلا بمونی اینجا، مثلا میصرفه برات. یه اینجور چیزایی پیش اومد که دیگه من رزومه فرستادم برای شرکتی که الان هستم. حالا اینجا هم یکم طول کشید تا رفتم سر کار، بودن 1 ماهی شد، ولی خب خوب بود دیگه. من وارد محیط کار شدم دیگه، یعنی خیلی خوب بودن دیگه. شروع کردم به کار کردن از وسطش که چون دیگه بیسش هم کرمانه برات راحت‌تر بود دیگه، چون تو کرمان مستقر بودی.
آره دیگه، چون حالا یه خوششانسی که آوردم کرمان بود. بعد اولش که مثلا خوابگاه با هنر بودم که میرفتم سر کار ببینم مثلا من برای این کار ساخته شدم نشدم اینا، حالا کمکم کرد. یه آها. جورایی تجربه خوبی بود تا اینکه من فارغ التحصیل شدم. دیم فارغ التحصیل شدم دیگه، چون ما آره. دیرتر پایانامون برداشته بودیم، دیرتر هم چیز شد دیگه. شروع کردیم به کار خب کردن و خدا رو شکر دووم آوردیم. حالا این سوال که میکنم اگه نخواستیم جواب نده، مشکلی نداره، اگر که به نظر مناسب دیدی جواب بده. ولی به عنوان یه خانوم که تو رشته مدن هم کارشناسی رو خوندی هم کارشناسی ارشد خوندی، به نظرت کجاها با مانع یا مشکل روبرو شدی، یا مثلا چیا سختی نسبت به مثلا حالا اون سختی های معمولی که به عنوان دانشجو مثلا همه دارن، خب ولی به عنوان یه خانم دانشجو چه چیزایی ممکن مثلا برای بیشتر سخت‌تر بود نسبت به دانشجوی معمول؟ حالا تو کاری یه موردش گفتیم، مثلا شما وقتی اپلای میکنی برای کاری نهایتا مثلا به عنوان اینکه آقا براتون خوابگاه نمیتونیم بدیم یا اینجا جای سختی برای خانم‌ها، یه مقداری سخت‌تر میتونین چیز کنی در واقع کار پیدا کنی. ولی در کل حالا برگردی به خاطراتت رو نگاه بکنی، آیا میتونی چیزایی مثلا بگی به عنوان مواردی که به نظر میاد برای خانم‌ها یه مقداری پیچیدگی بیشتر ایجاد میکنه؟ یکیش اینه که مثلا تو صنعت که میری، مثلا حالا برای کار یا اصلا هرچی بازی تو اینا بده، یه نگاهی که رود دارن اصلا میفهمیش. مثلا تو داری توی سالن راه میری و میفهمی مثلا یه نگاه خاصی. حالا نمیگم بده یا خوبه، چون که آره خیلی خانوما حالا نمیدونم این متفاوته. ضعف، آره متفاوته، یا ضعف خود ماست یا ضعف مثلا صنعت. من نمیدونم این از کجا نشأت میگیره، ولی خب شاید اگه خانوما یعنی شرکت کنن، شاید مثلا من خودم بعضی جا اعتماد به نفس این ندارم صحبت کنم، پاشیم مثلا اظهار نظر کنیم حرف بزنیم، شاید مثلا این مشکلم رفع شه. یکیش اینه، یکی هم اینه که خانوما رو جدی نمیگیرن. حالا سوا از این که حالا اونایی که جدی میگیرن خب میفهمن که تجربه خیلی خوبیه، چون خانوما یکم حالا اون چیز کسایی که من باشون برخورد داشتم یکم ریزترن، دقیق‌ترن. یعنی یه کاریو به اصطلاح الان همه دنبال اینن که یه کاریو به یکی بسپارن که دیگه خیالشون راحت باشه. به نظر من تو رشته ما اون خانمایی که میان تو میتونی این اعتماد رو بهشون داشته باشی، یعنی این کارو بهش میدی 100% انجام میده. ولی متاسفانه این چیز نیست. من آره. اعتماد نمیکنم بهت که اجازه بدن که یه چیز مهمی رو انجام بدی. فکر کنم آره جالبه. آره یه بخشش برمیگرده به فرهنگ دیگه، یعنی یا فرهنگ، یعنی نه اینکه فرهنگ بد و خوب، منظورم آموزشه. اینکه آره ما یاد بگیریم که خانومی که توی محیط کار هست با اون آقایی که توی محیط کار هست متفاوت نیست، یعنی دوتا آدم، دوتا انسان که دارن کار میکنن آره و اون نگاه های متفاوت رو نداشته باشیم. یا حتی همین بحث که داریم میگیم، بحث اعتماد به اینکه حالا چون ایشون خانمه با یه سری پیش‌فرض مثلا بیایم این تصور رو داشته باشیم که آقا مثلا ایشون مثلا ممکنه نمیتونه یا قابلیتش نداره. یا همون نکته که الان گفتی در مورد استخدام، به نظرم همینه، اینکه ما یه پیش‌فرضایی رو داریم. حالا توی اون بحث فرهنگ کارم که من یه پادکستی گذاشتم برای بحث سقف شیشه‌ای، همینه دیگه. یعنی شما بعضی موقع یه استریوتایپ ها یا پیش‌فرضایی وجود داره که ما بر مبنای اون تصمیم گیری میکنیم، ولی هیچ کس نتونسته به ما ثابت کنه که این واقعا درسته یا نه. حالا یه بحثای فرهنگی هست، متوجه میشم. مثلا شما توی شهر کوچیکی یا یه مجموعه کوچیکی مثلا میخوای یه خانم غریبه رو وارد بکنی، حالا تو فرهنگ ما ممکنه مثلا این مانع فرهنگی وجود داشته باشه، ولی همون رو هم اگر که شما بهش فکر بکنی ممکنه که یعنی اون طرف هیچ تجربه و شناختی از شما نداره که آیا شما اگه مثلا اومدی توی اون محیط قرار گرفتی میتونی با اون محیط مخلوط بشی و خودت جا بندازی یا نه. به طور پیش‌فرض تصمیم میگیری که نه اینجا سخته، بدون اینکه بدون قابلیت اون نفر چیه یا چه قابلیتی داره. به نظرم این نکته مهمیه که به لحاظ فرهنگی باید بهش رسیدگی کرد. ولی حرف شما هم گفتی به نظرم مهمه، اینکه خود خانم‌ها هم نقش مهمی اینجا بازی میکنن، یعنی که بتونن در واقع این جایگاه خودشون رو در واقع بگیرن و یا حفظ بکنن، به این معنا که بتونن اظهار نظر کنن با اطمینان،
بتونن برای شغلی که میخوان یا کاری که میخوان انجام بدن با اطمینان جلو برن و در واقع این تصور رو یا اون فضا رو بشکنن. دیگه نکته دیگه هم هست به نظرتون توی این مجموعه بحث کارا که مثلا برای شما یا خانوما به طور کلی متفاوت ممکنه باشه؟ یکی دو تا چیز دیگه من بهش برخوردم تو همین پروژه ارشدی که داشتم. یکی این که میگفتن خانوما کلا دردسرسازن تو صنعت. اینو من خیلی شنیدم. اینو دلیل اینکه مثلا گفتن چرا نمیفرستن خب خانم، بعد برای همین استادا هم گاردی داشتن که مثلا جالبه. دانشجو خانم تا جای میتونن صنعت نفرستن دائم، مثلا یه دوره‌ای بفرستن. حالا من که یعنی تو مدتی بودم دکتر سام، حالا ذهنشون خیلی بازه، میشناسینشون چجوریه، خدا رو شکر مشکل رو نداشتم. آره. بعد یکی دیگه هم این بود، کلا میگفتن دانشجوی خوب دیگه نیست. مثلا برای همین اصلا یه چیزی که تو پایلوت من دیدم میگفتم چرا دانشجو نگرفتیم، مثلا میگفتن یه دلیلش کرونا و اینا، یکی همین که استادا مثل این که دانشجو خوب ندارن که بفرستن. ولی این ضعف من نمیدونم درسته درست نیست. آره ببین اینوش همیشه برمیخورم. حالا این که ما همیشه فکر میکنیم که قبل از ما وضعیت بهتر بوده، خب یا مثلا وضعیت همیشه رو به وخامت بدتره. حالا من خودم شاید یه مدتی قبلا این حرفو میزدم همیشه که آقا مثلا دیگه دانشجویی که بعد از ما اومدن، حالا من بیشتر توی بحثایی مثلا برای بحثای فرهنگی اینا میکردم تو دانشگاه، موقعی که تو فوق لیسانس بودم مثلا میگفتم این دانشجوها دیگه مثل دوره قبل نیستن. خب ولی من فکر میکنم این الان بعد از این همه تجربه تصور اشتباهه، اینکه ما هر دوره رو با یه دوره قبلی خودش قیاس بکنیم، چون که ساختار و سیستم ارزشی و در واقع اون سازوکاری که دستگاهی که اون افراد توش بزرگ میشن هر دوره متفاوته، در نتیجه آدما مطمئناً متفاوت خواهند بود و ما باید قابلیت‌ها و توانایی‌هاشون رو نگاه بکنیم. و به نظر میاد که این تصور غلطیه، یعنی هست ولی غلطه که ما فکر میکنیم که آقا دیگه تموم شد، دانشجوی خوب پیدا نمیشه، مثلا دانشجوی دوره ما خیلی خوب بودن ولی بعد از ما هیچ خرابتر و خرابتر شدن. بله اگه مثلا من بخوام با ملاکا و معیار خودم نگاه کنم، ممکنه که دانشجوهایی که من اینطوری میگم دانشجوهای یا کلا هر نسلی، دیگه نسلی که مثلا اون سیستم فکری و سیستم ارزشی ما رو داشته نیست، نسل بعدی متفاوتن. خب ولی به این لزوما به این معنی نیست که بدتر از ما هستن یا ما از اونا بهتر هستیم. من فکر کنم این تصور غلطه، اینکه ما بگیم که آره دیگه اینا خوب نیستن. اینا که دارن میان یه نسل متفاوتی هن، قابلیت‌های متفاوتی دارن، طرز فکرشون متفاوته و ما اگه اینو بتونیم بفهمیم و بتونیم از قابلیتشون استفاده کنیم شاید نتیجه خوب باشه. ولی نکته جالبی برای من گفتی، آره اینم هست که یه همچین تصور کلی وجود داره و اینم میتونه در واقع یه جورایی مانع باشه. و اون نکته هم که در مورد خانم‌ها گفتیم به نظرم متاسفانه این دیده نادرستیه که دانشجوهای خانم دردسرسازن و در نتیجه ما سعی کنیم که به صنعت نفرستیمشون. حالا من یه دونه در واقع دوباره بحث فرهنگ محیط کار میخوام به زودی منتشر کنم در مورد بحث در واقع همه شمولی و تنوع، و یکی از نکات مهمش همین تنوع جنسیتیه، یعنی اینکه شما محیطی رو اینقدر درست کنی به لحاظ فرهنگی که افراد بتونن خودشون باشن. و ما میدونیم بحث جنسیت مثلا به مثال و خیلی از شاخصهای دیگه مثلا اینکه شما چه رنگی باشه پوستتون، از چه نژادی باشین، حالا مثلا ما تو این کشور استرالیا با آدمای از جای مختلف زندگی می‌کنیم، اینا چیزی نیست که تو انتخاب کرده باشی. خب و بنابراین اگه ما بخوایم اینا رو مبنای ارزش گذاری بکنیم کار غلطیه، به خاطر اینکه داریم آدما رو با مبناهای ارزش گذاری میکنیم که انتخابش در اختیار خودشون نبوده، یه شاخصه یا خصوصیتشونه. خب و اینطوری نیست که مثلا یه انتخاب کردن و حالا ما اونا رو بر اون اساس ارزش گذاری میکنیم. اینا به نظرم نکته مهمیه. آره بعد رو این کار شد. آره تجربهش خوبیه. آره خدا رو شکر این جایی که من الان دارم کار میکنم از این نظر خیلی خوبه. مثلا واقعا این شرکتی که هستم، یعنی اینکه بگم فرهنگ کاریش از نظر اینکه جنسیت و نژاد و اینا خدا رو شکر برطرف شده، یعنی من مشکلی از این نظر ندارم اینجا. آره از این نظر خیلی راضیم.
البته یه چیزی شما احتمالاً حس نکردین دیگه، این که چون شما تو کرمان بودیم و استان کرمانی هم هستین، شاید این در واقع بحث شاید نژادی رو شاید یه جورایی حس نکردین. اینکه حالا من خودم به شخص تو زرن اینو باش برخورد کردم، این که مثلا یه نفری از یه شهر دیگه میاد و میاد توی فضای مثلا شهر شما کار میکنه و این حرفا. اینو شما دیدین مثلا برای کسای دیگه که غیر از که غیر کرمانی باشن؟ حالا چون شما خود کرمانی هستی شاید نخوای اینو بگی، ولی دیدی همچین چیزی رو؟ نه دیگه، این حالا هم تو دانشگاه هم تو همین سر کار، مثلا ما مدیرمون فکر کنم اصالتا شیرازی هستن. آها. بعد اینو ندیدم، بعد چون که شرکتمون با کشورهای دیگه هم همکاری داره، این تفاوت نژادی رو ندیدم. ولی حس میکنم که اگه اتفاقا یه کرمانی پاشه بره مثلا تهران کار کنه، اونو اذیتش میکنن. یعنی همچین دیدی دارن. بعد وضعیت خانم‌ها تو شهرهای بزرگتر اسمم خیلی بهتره تا نسبت به کرمان، هم از نظر برابری یه سری چیزا و محیط کار و احتمالاً امکان پیشرفت برای خانم‌ها توی محیط‌های کاری مثلا شهرهای بزرگتر شاید بهتر باشه، به لحاظ اینکه نمونه‌های زیادی بودن و این در واقع شناخته کسب شده. فکر می‌کنید چه کاری میشه کرد که این مشکل اینجوری حل کرد به نظر شما؟ اطلاع رسانی خیلی ضعیفه. ما خیلی خانمای قوی داریم تو حوزه فراوری، ولی مثلا من برام ناماشنا نیستن. همونطور که مثلا من دکتر یحیایی رو میشناسم، قطعا یه خانومی هم باید بشناسم که مثلا حالا نه اینجوری. مثلا من آقای سعید زاره رو مثلا دورادور میشناختم، یا خیلی از کسای دیگه. یعنی یه سری خانم‌ها هم حتما بودن که قوی بودن ولی شناخته نشدن. یعنی فکر می‌کنم این ضعف اصلی اینه. حالا نمیدونم چیکار باید بکنیم که یعنی بودن هم که شناخته شدن. مثلا خانم میرزایی فکر کنم مدیر معدن زغال سنگ بود. مثلا اینجور آدم خب ایشون شناخته شدن تا زمانی که رفتن تو برنامه ماه عسل. یعنی قبلش اصلا هیچکی نمیشناختیشون. اینجوری مثلا یه اینجور کیسایی، حالا هر فرصتی که پیش نمیاد تو بتونی اینقدر موفق بشی که تلویزیون تو رو بخواد که معروف شی. برای همین خانم‌ها تو این قضیه مظلوم یه جورایی. البته ببین، من دلیل این که من این گفتگوها رو دوست داشتم که با خانم‌ها انجام بدم همینه. ببین، به نظرم نکته مهمیه که گفتی و شاید الان همینجا من میخوام دوباره اون خانمایی که توی کار معدنی هستن بهشون تشویق کنم که حتما توی این گفتگوها شرکت کنن. یه موقع شما باید خیلی شاخص باشی، مثلا شناخته شده باشی، یه مثلا آدم کاملا متفاوت و عجیب و غریب باشی، مثلا اینکه یه زنی بشه مدیر یه معدن زغال که شاید کار خیلی پیچیده مثل خانم میرزایی که خیلی کار در واقع قابل احترامیه، ولی اون موقع میتونی بری تو تلویزیون و شناخته بشی. ولی به نظر من آدمای خیلی زیادی هستن مثل خود شما، مثل خیلی از خانم‌های دیگه که دارن تو فعالیت میکنن تو حوزه معدن، که آدمای خیلی مثلا عجیب و شاخص و این حرفا نیستن ولی دارن کارشون رو خیلی خوب انجام میدن. خب و نکته‌ای که گفتین دقیقاً همینه. یعنی ما اگر که بتونیم این آدما رو نشون بدیم مسیری که طی کردن مثل یه آدم معمولی و اومدن و دارن کار میکنن مثل خیلی از آدمای دیگه، یعنی از نظر من خیلی فرق نمیکنه که آیا خانمه یا آقاست، ولی شما میبینی که راحتاً داره همون کار انجام میده. این کمک میکنه که هم فضای کسب و کار متوجه بشه که خانم ها هم قابلیتاشون هیچ فرقی با آقایون نداره و میتونن به راحتی همون فعالیت انجام بدن، شاید هم بهتر. و دومی که به خانم ها این اطمینان میده که آقا این فضا و این مسیر وجود داره و امکانش هست. یعنی اینطوری نیست که آقا مثلا این فضا حتما فقط یه فضای مردونه است. و این اطلاع رسانیه و به نظر خیلی نکته مهمیه. دقیقاً. و حالا برای من خیلی جالبه، یعنی مثلا من توی استرالیا وقتی اومدم با چند تا شرکت معدنی کار کردم، چندین در واقع خانم رو باشون در ارتباط بودم و کار کردم که بسیار آدمای مقتدر و توانایی هستن توی زمینه کاری خودشون و موقعیت هم که هستن. حالا خب اینجا چون یه فشاری برای این که در واقع این موازنه جنسیتی انجام بدن بوده به لحاظ استخدام و دادن امکانات، ولی این آدمایی که من میشناسم هیچ کدومشون بر مبنای این
در واقع مزیتی که ایجاد شده بوده انتخاب نشدن. مثل چند بار این مثال زدم، خانم ناتاشا ویلیون که مثلا الان مدیر عامل در واقع نیومونت، بزرگترین شرکت تولید طلا هست و قبل از اینکه بیاد این شغل مدیر عامل انگلو پلاتینیوم بود و من تجربه کار باهاش داشتم وقتی که تو انگلو مدیر تحقیق و توسعه بود. یه آدمیه که از اپریشن به تدریج اومده بالا و شده در واقع مدیر عامل یه مجموعه بسیار قوی توی انگلو پلاتینیوم و الان مثلا اومده توی نیومونت که یکی از شرکت‌های بسیار بزرگه. و شما رسیدن به اون موقعیت قابلیت‌های بسیار زیادی میخواد. یعنی یه آدمی که میتونه به اون موقعیت برسه مطمئنا قابلیتش از خیلی از در واقع آقایونی که کاندید بودن برای اون شغل بهتر بوده که تونسته این موقعیت بگیره و آدمای زیادی هم توی این زمینه هستن. مثلا حتی تو رده مثل کارشناسی هم مثلا من با خانم بریجیت سیمن مثلا کار میکنم که توی نیوکرست و الان نیومونته، یک زن بسیار در واقع توانا و قادر توی این فضا و داره کار میکنه توی محیطی کاملا مردونه، میتونه در واقع کار بکنه. به نظرم این در واقع معرفیه چیزی که ما زیاد انجام نمیدیم و خوبه که این کار انجام میدیم. حالا من سعی میکنم که قول میدم که بتونم تعداد بیشتری از این خانم‌ها رو پیدا کنم برای این گفتگو حتما. درسته. بعد حالا یه چیزی هم بود که من همیشه از خانمایی که مثلا رشته معدن یا همکارام اینا میپرسم، گله اصلیشون اینه که بهشون این فرصت رو نمیدن. مثلا اگه شما دقت کنین مثلا تو آزمونا که اصلا خانم مثلا نمیگیرن، حالا چه پتروشیمی باشه یا هرچی. بعد یکیشون بود، حالا دوستم هم هست یه جورایی، میگفت که حتی اینا به من فرصت رو نمیدن من برم مصاحبه کنم، حتی آزمایشی براشون کار کنم ببینم من کارم خوبه. مثلا اونم از این نظر خیلی دلش پر بود. اگه این فرصت رو یعنی به ما خانوما بدن، خیلی ما یعنی میتونن قابلیت‌های خیلی خوبی داشته باشن، همونجوری که خودتون گفتین. آره. و این یه حرکت فرهنگی جدی میخواد دیگه. یعنی ما توی سازوکار استخدامی باید، حالا مثل اینجا که الان مثلا یه فشار زیادی هست، مثلا ما حتی توی کار تحقیقاتیمونم یه بحثی داریم که آقا حتما این در واقع موازنه جنسیتی توی سازوکار مدیریت، توی سازوکار استخدام رو به عنوان یه شاخص از کیفیت فضای کار در واقع تعریف میکنیم. نه به این معنا که شما حتما برید فورس کنید که آقا مثلا ما استخدام مثلا 50% فقط خانم میگیریم که مطمئن بشیم این موازنه ایجاد میشه، بلکه شما فضا رو انقدر طوری درست میکنید و همین که دارین میگین این امکان رو فراهم میکنی که خانم‌ها شرکت بکنن تو اون فضا، نه اینکه ببندینش، که در واقع خود به خود به تدریج اون موازنه ایجاد میشه و این خود شاخص از کیفیت اون فضای کاریه که آقا شما طوری سیستمت بوده که فرقی بین خانم و آقا نبوده تو این سیستم بتونه به راحتی رشد بکنه. و این به نظرم یه کار فرهنگی توی صنعت ما لازم داره که بتونیم در واقع این رو جا بیاندازیم. و نکته به نظرم مهمه اینکه فرصت اصلا داده بشه یا نشه. بعد یه فرصت باید ایجاد شه که بتونن خودشون رو ثابت کنن. آره، چون ما فکر می‌کنم توی میزان نسبت جمعیت خانم‌ها به آقایون توی کنکور و توی مثلا رشته‌ها، ورودی رشته‌ها خیلی پرت نیستیم. درسته؟ توی حالا من تو اون چیزایی که آخرا تو ذهنم دارم حتی مثلا آره گفتم ببین اون بحثم درسته. یعنی توی کنکور و اینا هم به نظر میاد که تا اونجا که من آمار دارم موازنه خوبی وجود داره. یعنی خانم‌های زیادی توی تحصیل تکمیلی تو رشته‌های مختلف شرکت می‌کنن، ولی مثل اینکه توی فضای کار که میشه در واقع امکان بهشون کمتر داده میشه. درسته؟ این درسته. حالا اون بحثی که میگین تحصیلات تکمیلی ببخشید، این خانم‌ها اکثرا چیزن دیگه، چون من اگر ناامید شده بودم میرفتم دکترا میخوندم اگه کار پیدا نمی‌کردم. میدونین یه بحثش اینه. خب من حس می‌کنم این بحث همیشه بوده و هست تو ایران. یعنی اگه بقیه هم یه ریسرچی کنین ببینین دقیقا این هست. اکثرا این یعنی برای همین دکترا خوندن تو ایران، حالا بعضا نمیگم همشون ولی به اکثرانشون انگار چیز نیست، یعنی خیلی فایده نداره، چون که صرفا چون کار نبوده، وارد بازار کار نشده. جالبیه. یعنی آره
من میرم دکترا میکنم. حتی این شاید تو ذهن منم یه سری اینا افتاده. نکته مهمیه گفتین، اینکه آره اینم هست. من اینو بهش فکر نکرده بودم که یکی از در واقع مواردی که ممکنه که ما رو به اون سمت ببره در واقع همینه که چون فضای کار کسب و کار کمتر توجه میکنه، سعی کنیم بریم در واقع توی رشته برای مثلا تحصیل تکمیلی. اینم نکته مهمیه. پس کلیش به نظر میاد که شاید یکی از نکاتی که به نظر مهمه اینه که ایجاد اون امکانه و اون فضای نکته مهمیه. یعنی ما بتونیم در واقع فرصت‌های برابری رو بدیم به خانم‌ها و اینم با اون ایجاد اون فرهنگ و یا در واقع بهتر کردن فرهنگمونه. یه کاری هم که شما هم گفتی و نکته به نظر مهمیه و من سعی میکنم که حالا به حد خودم این کار انجام بدم، معرفی نمونه‌های زیادی هست که در واقع توی جاهای مختلف دارن کار میکنن و قابلیتاشون رو که آدمو ببینن که آقا نمونه وجود داره و میتونن این کار رو انجام بدن. آره این خیلی کمک میکنه. یعنی اگه افرادی مثل شما بتونن کمک ما خانوما کنن، خب از این نظر خیلی خوب میشه. بعد ولی حالا به نسبت 2 سال پیش من دقت کردم، چون من همیشه رزومه میفرستم به قول یکی از همکارا عیارمو بسنجم ببینم مثلا در چه حدی ام. الان خب یکی این که به خاطر اینکه تجربه کاریم بیشتر شده، هم حالا فضا هم بهتر شده، فکر کنم الان یکم بازتر شده، ولی هنوز اون دیده بسته رو دارن. مثلا از هر 10 جایی که میفرستی یه جاش خانم میخواد. مثلا 2 سال پیش اصلا هر 10 تاش آقا بود. این الان بهتر شده ولی هنوز باید خیلی بهتر شه. آره گرفتم. خب شما الان که یکم از کار الانتون میگین چه کاری دارین انجام میدین یه خورده اگه میتونین؟ آره حتما. من کارشناس آزمایشگاه شرکت ایبکو هم. آقای مهندس صوفی آبادی که میشناسین، بقیه هم حتما میشناسنشون. من کارشناس آزمایشگاه مرکز تحقیقات این شرکتم، تحقیقات فراوری و کنترل فرآیند. اینجا به این صورت که مثلا ما نمونه‌های مختلفی میاد روشون آزمایش انجام میدیم، امکان سنجی‌های اقتصادیشون رو انجام میدیم، حتی مثلا PID و P&ID هاشون رو رسم میکنیم. بعد یعنی تا اون مرحله هم پیش میریم. یعنی شغلمون یه جورایی حالت مثلا اگه قرار باشه فراوری خاکی رو انجام بدی 0 تا 100 رو تو آزمایشگاه، حالا تو مقیاس آزمایشگاهی و بعضا پایلوت ما انجام میدیم. یه الان کارم اینجوریه، به عنوان درس میشه گفت کارشناس آزمایشگاه. یه حالت انگار هر چند وقت یه بار یه پروژه ارشد بهت میدن. دیده اینجوری. آره. بعد من اینجوری شناختم. احساستون به این کار چیه؟ کارم خیلی دوست دارم، خیلی چیزا دارم یاد میگیرم. یعنی چون با کانیای مختلف مثلا آشنا میشی، مثلا ساده ترینش میشه گفت مثل اکسیدی، پیچیده ترینش مثلا لجن آنودی. مثلا همه رو داری یاد میگیری، کار با یادگیریه. این خیلی کمک کننده است. یعنی سعی میکنه که تو آدم به روز باشی تو صنعت فراوری. ولی یه ضعفی که من تو کار الانم دارم اینه که دانشم نسبت به صنعت خیلی پایینه. مثلا اگه یه کارخونه مثلا خاموشه چیکار کنی من نمیدونم چیکار کنم. میفهمم باید یه سری پمپا رو قطع کنم، ولی اینکه چه پمپی چه جوری، مثلا اینجور دانشی رو مثلا تو خودم ضعیف میدونم. حالا خانمای هم رشته خودم فکر کنم مثلا تو این قضیه مشکل دارن. این چالش اصلی ما اینه. یعنی در واقع مثل حالت راهبری مدار این حرفا رو که در واقع کار عملی سیستم تجربه نداری، ولی خب به هر حال شما دارین کاری میکنین که به نظرم جالبه. این که در واقع تو فضایی که الان هستین از اون دانش فراوریه برای طراحی مدارهای فراوری که خب یکی از کارهاییه که یه مهندس فراوری میکنه داریم کار میکنیم و اونم نکتهش اینه که تو رنج زیادی، یعنی اینطوری نیست که مثلا فکر آقا فقط سنگ آهن دارم انجام میدم یا فقط مس، یه بازه وسیعی از کانیهای مختلف رو داریم دنبال میکنیم. درسته. تنوع کارش خیلی چی به نظرتون گپ توی آموزشایی که دیدین توی برای این کاری که دارین انجام میدین؟ یعنی نقطه ضعفی که مثلا داشتم خیلی چیزه یه چیزی که حالا این نمیدونم ربطش بدم به این یا نه، این صرفا نباید ما به اون روش کارهایی که قبلا انجام میشد یا مقاله‌ها، بعضی وقتا ابتکار و خلاقیت خیلی کمک میکنه تو این کار. مثلا اگه آدم خلاقی نباشی نمیتونی موفق باشی تو کارشناس آزمایشگاه. خب مثلا صرفا میشه یه تکنیسین، یکی دیگه بهت میگه برو چه تستی بزن، تو فقط میری تست رو انجام میدی، دیگه داده ای برمی‌داری.
اما اگه بخوای نهایت استفاده رو کنی مثلا تو این کار، باید خلاقیت و صبر و حوصله خیلی خوبی داشته باشی که مثلا اگه ناامید نشی، مثلا به در بسته خوردی مثلا نه دوباره تلاش کنی. مثلا این خیلی چیزی بود و آره، صبر خیلی کمکت میکنه. صبر و خلاقیت و اینا به نظر چیزی هست که مثلا آدم بتونه تو دانشگاه یاد بگیره، یا اینکه به نظر باید بری عملا تو کار تا یاد بگیری اینا؟ خلاقیت تو دانشگاه میشه یاد گرفت. یه سری مثلا چون ما تمرین داریم، به هر حال فعالیت خارج از کلاس هم داریم. مثلا یادم استادا یه سری، دکتر بنیسی هم حالا اینجوری بود، دکتر کریم نصر، یه سری سوالا بهت میدن که مربوط به درس هستا ولی خود درس نیست. اینا خیلی کمک میکنه، چون تو میری سرچ میکنی ناخودآگاه مجبوری مثلا کل یه فرایندی رو بخونی که برسونی به اون جوابت. اینو تو خلاقیت تو دانشگاه میتونی یه جورایی به دست بیاری. مثلا یه جوری طرح میکنن که یه جوری با شیوه خودت جواب بدی به سوال. اینا به خلاقیت کمک میکنه. صبرم که دیگه با آدم صبوری باشه، فکر کنم یه خصلت درونیه. اگه صبور نیستی باید روی این تلاش کنی که صبور شی. این باید بخش روانشناسی زندگیته. صبر جالبه برام. چرا باید صبر باشی؟ به خاطر اینکه مثلا به نتیجه نمیرسی؟ آره خب امکان داره مثلا تو اگه چند بار به نتیجه نرسی، مثلا تو تستایی میزنی، بعد خب اگه صبر نداشته باشی ناامید میشی. یا یکیش اینه، یه چیز خیلی کوچیکی هم هست، مثلا باید اون دقت و تمرکزم خب هست دیگه. تو اگه عجول باشی اون دقت و تمرکزت افت میکنه تو کار. بعد تو کار تحقیقات اینا خیلی پارامترهای مهمی هست. این دقت خیلی مهمه. اگه دقت نداشته باشی شاید اصلا نتیجت عوض شه. آره آره آره، نکته مهمی، درست میگی. اینکه با حوصله باشی باعث میشه که دقت زیادی داشته باشی تو کارت، خیلی عجله نکنی و بتونی در واقع نتایج دقیقی بگیری. هم نکته جالبیه و اون نوآوری یا خلاقیت هم نکته جالبیه و نظرم نکته مهمیه. عالی، خیلی جالب بود. خب دیگه چیزی هست به نظرت نگفته باشیم یا شما مثلا تو ذهنت بوده برای این صحبت که ما مطرح نکردیم؟ من چیزی به ذهنم نمیرسه، چون اسم میکنم از ابتدا شروع کردیم اومدیم تا اینجا، فکر میکنم همه چیزش جامع بود. حالا من خیلی هم مثل بقیه دوستان نظر فنی ندارم یا تجربه های خیلی گسترده‌ای ندارم که بتونم چیزش کنم. حالا امیدوارم بعدا این فرصت پیش بیاد که منم بتونم یه روزی وارد اون صنعت فرآیندی شم که بتونم اونجوری شاید بهتر باشه. الان فعلا ولی به نظر نکته مهمی گفتین توی همین بحث تحقیقات که شما کار کردین. دو تا نکته خیلی مهم گفتیم، به نظر من خیلی هم مهمه و من تو هفته در این صحبت که با آقای زاره هم داشتم گفتم من خیلی موقع تو این گفتگوها اینطوری نیست که مثلا فقط بشین یه گفتگو انجام بدم، خیلی چیزای جالبی یاد میگیرم. و دو تا نکته که شما با هم گفتیم و به نظرم خیلی جالب بود تو بحث تحقیقات، یکی اینه که شما لزوما اینطوری نیست که مثلا به یه چیزی که یاد گرفتی و هی کپی پیست کنی تا به این نتیجه برسه. به خصوص حالا کار شما که در واقع یه کار عملیاتیه، یعنی در یک کار تحقیقاتی انجام میدی که در واقع به یه نتیجه عملی میخواد منجر بشه و شاید خیلی موقع ها لازمه که فقط مثلا بچسبیم به اون چیزی که قبلا میدونیم و آزمایشش کردیم و اطلاع داریم، ولی در واقع اگه بخوام کار بکنیم میشه یه تکنیسن، همونطور که گفتین. و لازمه خیلی موقع ها یه مقداری خلاقیت داشته باشی، کاری که مثلا انجام شده رو عوض کنی تا به یه نتیجه جدیدتری برسی یا یه راه حل ابتکاری. و حالا من چون مثلا از مجموعه شما بازدید کردم و یه شناختی هم دارم، میدونم که خیلی این کار باید انجام بشه، به خصوص برای اینکه شما دارین کارهایی انجام میدین که شاید روش‌های روتین معمول جواب نده یا اقتصادی نباشه و لازمه که نوآوری باشه. به نظرم این نکته خیلی مهمیه و جای به نظرم اینم که گفتین برای دانشجوهایی که میخواد تو این فضا قدم بزنن خیلی مهمه که این قابلیت ابتکاری فکر کردن و نوآوری رو بتونن تو خودشون رشد بدن و این چیزی که من مطمئنم همونطور که شما گفتین قابل یادگیریه. و صبرم نکته خیلی مهمیه، چون من خودم خیلی آدم عجولیم و توی اون صحبتی که برای آنالیز دادم میکردم گفتم با مهندسا خیلی آدمای چیز هستیم دیگه، پرکتیشنری، عملگراییم، دوست داریم زود بریم کارامون رو انجام بدیم، یه نتیجه برسونیمش.
ولی نکته شما خیلی مهمه، یعنی تو کارهای این تیپی تحقیقاتی اون صبرم خیلی مهمه، چون خیلی موقع ممکنه به جواب نرسیم و اینکه قبلش برنامه‌ریزی کنیم، پلن کنیم، با حوصله و با دقت کار رو انجام بدیم هم نکته مهمه. به نظر دو تا نکته خیلی مهمی بود. هر کسی به اینا به توجه نمی‌کنه، ولی شما چون کار کردین اینو توجه کردیم، من نظرم نکته خیلی مهمی بود. حالا این مصاحبه چطوری دیدین؟ میخوام خانم‌های دیگر رو تشویق کنم برای اینکه شرکت کنیم. به نظر تو سخت بود اونطوری که فکر می‌کردین؟ نه آخه من فکر میکردم بیشتر یه صحبت فنیه، بعد گفتم که حالا مثلا من تجربه فنی ندارم، نمیتونم یه حرفی برای گفتن داشته باشم، ولی حالا اگه دوستان میبینن حتما بیان شرکت کنن خانوما، چون شاید اصلا یه سری خانوما باشن که خیلی قوی باشن و مطرح نشدن و مسیرای به قول شما یه مسیرای خیلی خوبی رو طی کرده باشن و جالب باشه برای بقیه. یعنی توصیه میکنم که همه، حالا خانم یا آقا فرقی نمیکنه، با شما همکاری کنن و این جلسات ادامه داشته باشه. من از سال 400 تقریبا شما از کلاب هاوس شروع کردین دارم جلسات شما رو پیگیری میکنم، یعنی واقعا مفیده. اگه دانشجو یا هر کسی تو صنعت کار میکنه استفاده نکنه ضرر میکنه. آره این گفتگو هم به نظرم یه همتی از طرف آدما میخواد دیگه که شرکت کنن، چون ما بحثمون هم که گفتیم لزوما بحث فنی نیست، یعنی تمرکزمون روی اینه که تجربه هایی که آدما داشتن، حالا همونطور که الان شما نشون دادین یه بخشایش هم برمیگرده به اون بحث های فنی، یه چند تا چیزای فنی هم ممکنه صحبت بکنیم، ولی به نظر نکته مهمیه و منم ازتون ممنونم. میدونم که شما هم سر کار بودین و برگشتین و خسته هم هستین، ولی لطف کردین که وقت گذاشتین و شاید برای خانم‌ها یک کمی سخت‌تر هم باشه که شرکت کنن تو مصاحبه‌ها. برای همین من از شما تشکر می‌کنم که شرکت کردین. اگه نکته دیگه داریم به نظرتون یا دیگه نه؟ نکته دیگه حالا نمیدونم جاش باشه یا نه، باید سر وقتش میگفتم فقط به زبان انگلیسی نباید اتکا کنن، یه زبان دومی هم سعی کنن یاد بگیرن که زبان سومشون درس. اینم یه چیزیه که میتونه به آدم تو کار تحقیقاتی مخصوصا کمک کنه، چون ما یه سری مقاله‌های خیلی خوب داریم که به زبان لاتینن، یعنی شیلی و پرو و اینجور کشورها اینا رو انتشار میکنن چون معدن مثن یه جورایی. این خیلی بهتون کمک میکنه و ارتباط برقرار کردن با اونا خیلی کمک میکنه. اینو حالا یادم اومد الان گفتم. یعنی لزوما فقط انگلیسی نه، مثل زبان اسپانیولی که مثلا بیشتر آمریکای جنوبی با اون صحبت میکنن اونا هم نکته. البته این هم نکته جالبیه و نکته مهمیه. حالا من توی اون بحث که شما گفتی یه توصیه که بکنم، البته یه امکان دیگه، چون الان مثلا همین بحثای هوش مصنوعی که بر مبنای در واقع لارج لنگویج مدل ها LLM ها که شروع شدن، این امکان اصلا ترجمه کردن به اون میدن، ولی نکته مهم به نظرم همینه که ما یه درکی از اون لغات فنی تو زبانهای دیگه داشته باشیم. حرف شما رو تایید بکنم، من حدوداً وقتی اومدم استرالیا 2012-2013 با اروپا و یه کنفرانسی به اسم European Symposium of Communication and Classification ESCC آشنا شدم و وقتی که رفتم اونجا متوجه شدم که مثلا یه حجم زیادی از تحقیقات هست که مثلا آلمان ها به زبان آلمانی در واقع منتشر میکنن داخل خودشون و اینا خیلی کارهای جالب و عالی انجام شده، خب ولی به زبان خودشونه. و این که شما گفتیم به نظرم نکته مهمی، یعنی ما فقط اکتفا نکنیم به این که مقالاتی که انگلیسی هست، چون خیلی از مقالاتی هست مثلا به زبان اسپانیولی هست، مقالاتی هست به زبان مثلا فرانسه هست، مقالاتی هست به زبان آلمانی هست. اینا هم ممکنه که توشون باید نالج خیلی خوبی باشه که 100% هست و حالا شاید لزوما نیست که شما پرفکت تو این زبان بلد باشی، ولی میشه ازشون استفاده کرد. نکته جالبی بود. آره دیگه مبنا که مثلا سرچ میکنی خیلی کمکت میکنه. آره دقیقاً نکته خیلی مهمی گفتین. چند تا نکته مهم گفتین دیگه. به نظر من اگه بخوام یه جمع‌بندی کلی کنم، اول از همه این که ما فرصت بیشتری رو یا بدیم یا فرصت بدیم، حالا بیشتر لزوما به خانوم ها معادل همون فرصتی که به آقایون داریم میدیم. و یکم این که بحث تحقیق که گفتین، اون نوآوری و خلاقیت خیلی مهمه، به خصوص تو تحقیقات کاربردی، و صبر و حوصله.
و زبانم که خب نکته مهمی بود و این به نظر چند بار ما اینو قبلا تو گفتگوهای قبلی هم گفتیم، ولی نکته که شما گفتین که ما قبلا مطرح نکردیم، توجه این که لزوما زبان انگلیسی نیست. یعنی ما باید یه مقدار توجه داشته باشیم که دانش توی زبان‌های دیگه هم وجود داره و اونا رو هم گم نکنیم. خیلی عالی بود. به نظر نکات خیلی جالب و مهمی بود. مرسی از شما. عالی. جلسه مفیدی بود. بسیار خب، ممنونم از اینکه شرکت کردین تو این گفتگو. آره، ازتون متشکرم برای وقتی گذاشتین و اینکه قبول کردین که مصاحبه رو انجام بدین. امیدوارم که بتونیم از این مصاحبه با خانم‌ها بیشتر داشته باشیم.